با برنامه پیکس آرت عکس سمت چپی رو زدیم و سمت راستی هم یه نمونه است. قراره کل ادیت با هم یاد بگیریم و با من همراه باشین. بریم سر وقت ویدیو. سلام بچه ها، امیدوارم که همیشه خوب، سربلند و پر انرژی باشین. لایک یادتون نره بچه ها. بریم سر وقت آموزش. خب پیکس آرت رو باز میکنیم. اضافه کردن. خب بکگراند، پس زمینه های رنگی. بکگراندش سفید انتخاب میکنیم. کراپ. خب 3/4 بهترین گزینه است الان واسه قاب گرفتن و اینا. خب اینا اضافه میکنیم. بعد اینجا میایم شکلک ها رو انتخاب میکنیم. خب بچه ها من فلش انتخاب میکنم. شما میتونین دایره انتخاب کنین. فعلا من فلش رو یه سایه بهش بدم. خب یه سایه اوکی. خب این اوکیه. خب بچه این سایه رو میکشیم بالای صفحه تا یکم از چیز ما رو بگیره، بکگراندمونو. خب فلش رو میکشیم روی عکس دار و دسته داشتم. خب بچه حتما یادتون باشه من عکس بالا رو سیاه‌وسفید انتخاب میکنم چون قدیمی به نظر بیاد. خب اینجا اضافه میکنیم. خب قسمت های اضافی عکس رو حذف میکنیم. ببخشید پاک میکنیم. بله اینجا که پاک کردن رو شروع کردیم. بچه حتما موقع پاک کردن دقت کنید جایی نمونه. اگه جایی بمونه باعث میشه که عکستون خراب بشه. خب حالا نقش فلش اینجا چیه؟ نقش فلش یه سایه انداختن روی عکس بالامونه. خب این قسمت ها رو تمیز کنیم که دیگه مشکلی نداشته باشه. خب سایه رو تنظیم میکنیم. بچه ها 2 نسخه بگیریم که سایه پررنگ تر به نظر بیاد. خب ما اینو اوکی کردیم. بعدش بله این سایه رو که انتخاب میکنیم یکم اینجا مشکل داره. خب مشکل از سایه است، مشکل از عکس نیست. چرا دارم عکس رو پاک میکنم؟ خب بچه ها میبینین که چون سایه افتاده هیچ جوره نمیشه چیز کرد. پس ما یه شکل دیگه اضافه میکنیم، یعنی یه شکلک دایره مانند اضافه میکنیم. حالا سایه رو یه لحظه تنظیم کنم، بعد یه شکل دایره مانند اضافه میکنم و قسمت ها رو پاک میکنیم. خب بله دایرمون رو اضافه میکنیم، اندازه صفحه میکشیم. بله قسمت های عکس رو پاک میکنیم فقط اینجوری. این کار باعث میشه اون سایه رو قشنگ پاک کنیم. من از بکگراند سفید انتخاب کردم، شما هم از مثلا بکگراندهای رنگای دیگه میتونید انتخاب کنین. بعد دایرتون هم همون رنگ باشه که به مشکل بر نخوره. خب سایه رو یه لحظه تنظیم کنم. خب حالا میایم دوباره دایره رو بازیابی میکنیم که دیگه تمیز باشه دیگه. یه سایه ریزی رو عکس بالامون افتاده. نقش فلش اینجا اینه. خب یه تکثیر از این میگیریم واسه اینکه سایه‌مون پر رنگ تر بشه و خفن تر بشه. خب اینم از این. بله بچه ببینید چون یه سایه افتاده خیلی خفن نشون میده، یعنی جالبه، جذابه.
حذف بکگراندشو میزنیم یا حذف پس زمینشو. خب اینجا حذف پس زمینه. حذف پس زمینه رو که زدیم، یه سایه اضافه میکنیم به داداشمون. گنگش هم بالاست، پرچمش هم بالاست، اباحت خودشو داره. واقعا هم فیلم قشنگیه. اسم فیلمم پایین می نویسم، شما میتونید هر متن خفنی که دوست دارید بذارید. حالا ما سایه ایناش انجام بدیم، به اون مرحله هم میرسیم بچه. خب هم سایهش. خب حالا این کادر سفید، یعنی ببخشید بک‌گراند سفید، یه قسمت سفید مونده که میتونیم اینجا متن رو اضافه کنیم. متن من قبلا از گوگل دانلود کردم بچه، من انگلیسیم اصلا خوب نیست. خب اینجا رو پاک میکنیم. بله. خب فونت مورد علاقمون رو بعد از اینجا انتخاب میکنیم. هر فونتی که شما دوست دارید میتونید انتخاب کنید. فونت مورد نظرم واسه عکسمون، بذار ببینم. فونت مورد علاقه من این اوکی، این خیلی خفنه. خب اینو اینجا اضافه میکنیم. خب حالا یه متن دیگه هم بود، اینم اضافه کنم. بچه فیلمش خیلی خفنه، این اسم فیلمه، حتما برید ببینین، خیلی جالبه. بچه‌هایی که گنگ دوست دارن دیگه، گنگ فیلم واقعا بالاست. وای خدا. خب فونت مورد علاقم اینه، اینو اینجا اضافه کنیم. خب حالا یکم ساده است، یه دایره لازم داریم واسه اضافه کردن. خب دایره تو خالی، رنگش هم قرمز به اندازه بالا میکشیم. خب این دایره رو ببریم پشت داشمون، به همین آسونی. یکم ظریف کاری لازم داره. خب حالا یه دونه خط ریز دیگه هم اینجا میخوایم. بچه میتونین هر عکسی یا هر ادیتی رو، میگم هر عکسی یا ادیت بزنین و قاب بگیرین بذارین کنز، بزنین به دیوار خونتون، یه کنجی از خونتون، به همین راحتی. به خاطر یه ادیت و اینا دیگه برای یه طراحی ساده پول اضافه به طراحا نمیدین. میتونین لوگویی که خودتون ساختین و مثلا برای آنلاین شاپتون، واسه پروفایلتون، واسه هر چیزی که دوست دارین لوگو خودتون بسازین. همه آموزش‌های اینا رو میدم بهتون، کاملا هم رایگانه، نه ازتون پول میخوام نه چیزی. و هدفم از این آموزش‌ها اینه که یه روزی ادیتاتون رو بفرستیم بندازم تو چنل تلگرامم دیگه. نه حالی که کشتیم نه حالی که کشتیم، بله، نه حالی که کاشتیم، یه روز درختی قدرتمند بشه و من ازش لذت ببرم. خب عکسمونو به این قابه که قبلا داخلش خالی کردیم اضافه بشه و بله قاب میاد رو، عکس میره زیر و نتیجه کار میشه این. بچه ها به راحتی میتونین آنلاین شاپتون رو توی خونه بزنین و یه دعای خیلی هم برای ما یا برای ادی انجام بدین. ادی دست همیشه در خدمتتونه،
هر ادیتی که شما فکر کنین و با عکس براتون انجام میدیم. آنلاین شاپ زدین پشتیبانتون رو میکنیم، ادیتایی که بلد نیستین و آموزش بهتون میدیم کاملا رایگان. فقط شما حرکت کنید. لایک یادتون نره، خیلی دوستتون دارم بچه. و یه خبر خیلی جالب، اولین پستم 20 بازدید خورد، دومین پستم 7 بازدید خورد، سومین پستم 3 بازدید خورده و این پستم خدا میدونه شاید همون ستارم نخوره. خودم ببینم. بچه خیلی دوستون دارم، حتما لایک یادتون نره، به ما انگیزه بدین تا آموزش های بیشتری ها براتون بذاریم. نه پولی میگیریم نه چیزی، آموزش کاملا رایگانه. خیلی دوستون دارم، عشق من.